اینجا چی گپ هست؟ گیردین روی شما حقوق ندارید. حقوق دارم جورا جان. شما با حجت‌های قلبکیتون اینقدر دغدغه نکنید. فهمو؟ چه قلبکی؟ بچه‌ها جمع نشوید. اینجا چیزی تموم شده است. روید. پدرت در کجاست؟ در خونه؟ چی او حالو هم صحت نشده است؟ قریب ба худ омада истодааст. ту мабодо намедонӣ ки падарат барои сохтмони дукон иҷозатнома ва дигар ҳуҷҷатҳоро аз куҷо гирифтааст? медонам. шиноси шокир ба ӯ ёрдам дод. ин кадом шокир аст? шиносаш кист? جورا با پدرت گوی که تمام حجت‌هایش را گرفته پگاه با اتاق کاری من بیا. فهمو؟ агар дадаи бечора медонист ки ба чӣ дучор мешавад, шояд ҳаргиз ба ин кор даст намезад. салом алейкум. گوش شوکی این شاگرد من فریب کرد. چند بار زنگ میزنم تلفن رو نمیبردارم. چرا؟ برای چه نمیبرداشته است؟ نمیدونم. گوش کن ظفر یا مرا با این کار باید ارالش نکن. خودت که مصلحت کردی خودت صحبتش رو یاب. من با این کار ندارم. چرا کار نداری؟ گوش کن همه از خوبی من استفاده میبرند. از یک طبق همراه هم خوراک میخورند و جایش بیاید من را گناهگار میکنند. من با شما آدم بعدی مناسبت کردم و شما باشید. تشکر که به من پول قرض دادی. ولی حجت ها قلبکی برام. بس کن رابط با این گپات کلای مرا گرای نکن. بهتر از درباره پول فکر کن. قرض را کی برمیگردانی؟ من برمیگردانم. فقط دکان رو بسته. برای پول جمع کردن کمتر صبر کننده. بعد من با تو 2 روز مهلت میدهم. اگر در همین 2 روز پول را برنگردانی من با تو دیگر خیلی مناسبت میکنم. فهمیدی؟ بیایید السلام علیکم. سلام. نه ساعت شده میره که با خانم نخریده. بخوری چقدر گذشته ده؟ صبر کن نفس رو روز کنم. برای دادن فایزها 2 روز مهلت داد. اکنون چیکار میکنیم؟ چخیر شما اوچه جون؟ سلام فاروق جون. سوزی عزیز؟ خیر؟ چی نمیگردی؟ پدرت از نزد شاکر اومد. یکون گپ شد؟
гап зан. داداجان زیغ نشوید. بیاید زمین رو فروشیم. من اون قیده زمین رو با شاکر بگرا موندم. شما رو نگفتم. ببخشید مرا. Азиз Кубин ки омад? салом алейкум. салом азизҷон, модарат дар хона аст? бале дар хона. фарёд кун. биёй дару дохӣ. не раҳмат, фарёд кун. як лаҳза. Салом Мавлудахон. салом мамлакат. Марҳамат гузаред? не ташаккур, маро мошин интизор аст. ман ба шумо гуфта будам ку маҳсулоти шумо ба онҳо писанд меояд. чӣ, магар хурсанд нестед? Не, барои чӣ хурсандам? ҳоло шуморо ғам намедиҳам, аммо тайёр шавед. ба наздикӣ ба телевизион меравед. Ба телевизион? Намедонам. Бояд фикр кунам. шумо чиҳо мегӯед? ягон ҷои фикр нест. ҳамин ки даъват карданд ҳатман меравед. хайр, то пагоҳ. Хайр набошад Мавлудахон. Майлаш, то пагоҳ. شعر سلام چه حال داری؟ نعمت کارت خوب است؟ خوبم گوش کن شعر با من فوراً پول در کار است تو میتونی قرض دهی من حتما برمیگردم پس از یگان ساعت میتونی زنگ زده من کمک میکنم حل کنم مایلش سلامت باشی من انتظار میشم خب همین است. نه. آنمی ما کارهای افلاسی اینها را آشکار میکنیم. акай Зафар, рости гап, ман аз шумо ин гуна умед надоштам. шумо чӣ хел ба думи ин гуна одамҳо афтидед?
چرا تو با من این خیلی نگاه داری؟ این انیق کاری تو نیست؟ چی رو در نظر داری؟ بستن دکان یکای زفر رو در نظر دارم. عقل تو در جایش است؟ ها؟ نخود که فکر کنی که من به این کار قادر باشم. امروز زنک همسایه در این باره گفت. شاید همان کمپیره که از کوچه پایانی باشد. ها، از کجا فهمیدی؟ مشکل نیست فهمیدن. دادا؟ یعنی این کاری شما نیست؟ البته که نه. رو بچم با حجره خودت. خیز. من میدونستم که تو این خیلی نیستی. راستی گپ امروز همه محله غیبتی تو رو داشت. من همیشه پدرت رو در همه کار دستگیری میکردم. این نوبت هم مجبورم علاج مشکلی رو یابم. خسته شدم. با امیدم که وی اصلاح می شود. خطاگی هایش رو می فهمد. ولی تو انتظارم. حالا باشد. باز قرض. دکان. این در نقشه اویله ما نبود. چون هر وقتا کارش توکلی است. لیکن وقت می رود شیرین. آن رو گردانده نمی شود. اوچه دادم او رو دوست ندارد. ما در یک جایگی از عهده همه کار میبرویم. آخر از فایزهای شاکر چه خیلی خلاص شویم. ما باید قرضهایش رو برگردونیم. راست میگویی. گپ نه تنها در شاکری قلاب است. بیش از همه عیب خودی ماست که در چنین وضعیت گرفتار شدیم. دکان رو به نقشه کشیدیم. حجت ها رو هم درست تخت نکردیم. پدرت همه پول ها رو بیهوده صرف کرد. اکنون چی جای گیلم؟ ما نه تنها قرض رو باید دهیم بلکه خودمان باید دیگر شویم و مناسبت رو هم با پول باید تغییر دهیم.
اینا دادا. این رو از کجا بودی بچه؟ ماشین رو فروختم. میرسد؟ باید رسد. حق چند ماهش رو آوردی؟ این همه پولی که از تو قرض گرفتم. حجت های زمین رو برگردون. اینجا کم است، نمیرسد. چخیل نمیرسد؟ حق این ماهش کنی؟ امروز تانو یکم است کو. و من با تو گفته ایستادم که ماه علکه سر شد. من خود میدی سر رو جغ میزنم. یک کسی رو جغ بزنی جغ زدن گیر. حاضر من با تو نشون بید. شرط نیست که با ما زنگ زنید. ما علاقه در همین جا. خیریت که رسیده اومده نباشد این دیوانه من رو میکش. شما با قلابی تصرف اموال کسی دیگر با راه فریب یا سوء استفاده از باوری عیبدار میشوید. اینچنین در تیار نمودن حجت‌های قلبکی متهم دانسته میشوید. برید. وای گوش کنید من گناهکار نیستم. مرا فریب دادن. اینجا یگان گناهی از من نیست. مرا فریب دادن. السلام علیکم. حجت زمین. حجت زمین؟ بهتری. لیکن یک مشکلی دیگر مونده است. چی مشکلی؟ ما زمین رو خوب برگردوندیم. ولی دکان موند. خیر چیکار کنیم؟ در تقدیر ما نبوده است. نه دادا. شما برای دکان تلاش کردید. ما حتما باید او رو برگردونیم. برای این چیکار کنیم؟ برای این جریمه رو میسپریم. حجت رو به رسمیت میداروریم. بیا من دیگر قرض شدن نمیخوام. عدالت غلبه کرد. با کاری که صرفم نروی چرا دست میزنی؟ ظفر فکر کرد که این کار آسان. برای این عقل در کار. عقل. شما آنه همه پول هاتون رو گرفتان میخواید بابا؟ بله. نفهم اصلا.
خلاصه نقشه تجارتی تیار شد. آفرین. ولی ما این رو به دکان معرفی کرده نمیتونیم. اون یک جزء نقشه تجارتی ماست. هیچ غم نشینی. برای برقرار کنی دکان پول جمع میکنیم. سلام. 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 راست میگویی بچه جان. ما باید پول جمع کنیم. لیکن با مقصد دیگر. برای دکان من алакай پول جمع کردم. همه این پول رو خدا جمع کردی؟ ها. از وقتی که بیکار موندی من پسنداز کردن رو سر کردم.